ببین به هر حال داری توی حوزه‌ای کار می‌کنی که ممکنه انواع اقسام کارها بیاد سمتت و اعداد و ارقام بیاد، نمیدونم یه سری کار بیاد بگن آقا بیا این کارو واسه ما انجام بده، برو اجرا کن، تبلیغش کن، محتواشو تولید کن. میخوام اینو ازت بپرسم که آیا هر ایده‌ای میاد سمتت، هر کاری میاد سمتت، آیا این رو میپذیری، قبولش میکنی و اجرا میکنی، یا اینکه اینها رو گزینش میکنی و اگر گزینش میکنی چطوری اینا رو انجام میدی که به هر حال به بهترین شکل ممکن بره جلو؟ اینو ممنون میشم توضیح بدی. همونطور که اول صحبت اشاره کردیم باید کارمون رو زندگی کنیم، اصلا شعارمونه. ما تا آخر این ویدیو اول هر صحبت میگیم باید کارمون رو زندگی کنیم تا عمرمون رو نبازیم. به نظر من اولین ملاک نه تنها برای شخص من، برای همه اون افرادی که دارن بیزینس خودشون رو رشد میدن، اینه که با اون کار حال کنن. اگر با اون کار حال کردی عدد و رقم برات مهم نیسته. یعنی چی؟ یعنی اولین ملاک برای انتخاب یک پروژه و وقت گذاشتن روش اینه که شما اون پروژه رو دوست داشته باشی، اصلا با طرف حال کنی که کار کنی. میخوام ازت یه سوالی بپرسم، بگم؟ خواهش میکنم. من خدای افتادم که میگم بگم. آره، حالا تجربه خودم بوده که سر یکی از ویدیوها با هم داشتیم، یادم سر یکی از ضبط یکی از ویدیوها دیر رسیدی و داشتی بدو میکردی، یعنی نفس میزدی و بعد دیدم اومدی 2 تا کفش داشتی و یه کفش پاشنه بلند بود و یه کفش اسپورت بود که با اون اسپورت داشتی میدویدی و اون پاشنه بلنده رو اومدی عوض کردی وقتی رسیدی میخواست اون در حقیقت تو محتوا رو انجام بدی و خیلی واسم جالب بود که این اتفاقو دیدم. همیشه تو خیابون با 2 تا کفش میری؟ من هر جا که نیاز باشه بدوم کفش پاشنه بلندم در میارم، کلا میپوشم، کتونی میپوشم، میدوام، میرسم سر لوکیشن کلا رو در میارم، یه تیپ رسمی میزنم، ظاهر میشم. میخوام اینو بهتون بگم، اگر که هدفت برای کارت این باشی که اون طوری که میخوای بدرخشی، فرق نمیکنه با کفش کتونی بدوی یا با بنز و بی ام تو رو برسونن. مهم اینه که بعد از اون کار اون احساس رضایتی که امروز تمام اون تایتلایی که نوشته بودم و تیک زدم و بهش رسیدم، این دویدن ها قطعا یه جایی اثر خودشون میذاره. من اساسا اعتقاد دارم، من ایمان دارم خب که خدا میگه اگر شما از در خونت بیای بیرون به نیت این که میخوای کار کنی و برای خودتو رشد بدی، روحتو ارتقا بدی و کسب و کار داشته باشی، دنبال روزی حلال باشی، شرط میبندم باهات حتی اگه هیچ کار نکنی جلوی پات روزی رو سبز میکنه. یعنی کافیه فقط با این نیت از در خونه خارج شی. برای همینه که هیچ پدری در این شرایط اقتصادی کم نیاورده. میگن همه نالان، اما همه میگن شرایط بده فعلا. با شرایط اقتصادی اگه میخواست خوب باشه که اسم شرایط اقتصادی نبود، اسمش روابط اقتصادی بود. روابط از چی میاد؟ یعنی ارتباطات، مهارت. ولی شرایط از چی میاد؟ تکنیک. زنده باد. فکر می‌کنم از این خیلی جالب بود جوابی که دادی و من یک خاطره یادم اومد و یادم یک جا کار میکردم، یه همکاری داشتم، این صبح که میومد همون اول صبح شروع میکرد غر زدن دیگه، به در و دیوار و هر جا میدید این غر میزد و آقا مملکت اینطوری، آقا وضعیت اینطوری، آقا شرکت اینطوری. خب و من خسته میشدم چون خودم اصلا آدمی نیستم بخوام خیلی غر بزنم توی بالا فضای در حقیقت کاری زندگی. خیلی غر میزنم و نمیگم غر نمیزنم، ولی این که بخوام به همه چی گیر بدم آقا شرایط جور نیسته، من نتونستم فلان، اینا رو نمیام در حقیقت گره بزنم به همه چی. و یادم همیشه به این بنده خدا میگفتم که آقا شرایط اینه، تو کجای کاری، تو چقدر زحمت کشیدی، تو چقدر تلاش کردی که ببینی در حقیقت به جواب رسیدی یا نه. اصلا زحمت کشیدی یا اینکه فقط اومدی یه تایمی رو پر کنی و بری؟ خیلی فرق میکنه. و خب اونجایی که من دیدم تو داری با 2 تا کفش تو خیابون داری میری، با یکی میدوی، با یکی در حقیقت داری میری ضبط میکنی، به من یه چیز رو نشون داد و این بودش که تو غر نمیزنی و میدوی برای اینکه به خواسته هات برسی. و من فکر میکنم اکثر ما آدم ها باید این رو تو زندگی هامون داشته باشیم تا بتونیم واقعا به اون چیزی که دوست داریم برسیم. من
مهندس به نظرم کسی که قُر میزنه عملا، حالا من نمیخوام بگم قُر زدن خوبه یا بد، خب به هر حال اونی که داره قُر میزنه حتما یه مشکلی داره که صداش در اومده. خب دلیل قُر نزدن افرادی که خودشون دارن راه خودشون رو میسازن اینه که قُر زدن انگار داره تو آینه توف میکنه، داره تو آینه فحش میده. قُر زدن تو مسیر کسی که داره بیزینس خودش میسازه، قُر زدن به خودته، توف بالا سره. دقیقاً. چون که حالا به هر حال شرایط اصلا سخته، همه اینو میدونیم، ما هم داریم توی شرایط یکسانی داریم زندگی میکنیم و نمیخوام بگم که این شرایط راحت آسونه، ولی حرف من اینه شرایط سخته. اون کسایی که باید یه سری کارها انجام بدن که این شرایط رو برای ما راحت کنن، اون در حقیقت وظیفه اونهاست. ولی اون چیزی که من تکلیف دارم، وظیفه دارم، اینه که من کجای در حقیقت این دایره قرار دارم، کجای کار قرار دارم، چقدر خودم زحمت کشیدم برای اینکه پتانسیل هام، توانایی های خودم رو بالا ببرم. به نظر من اگر داری قُر میزنی یک جا، اول ببین خودت کجای کاری، اصلا خودت اون جاهایی که داری میگی آقا من نرسیدم، وقت گذاشتی بری یاد بگیری، وقت گذاشتی در حقیقت یه سری موضوعات رو ببری جلو، رو خودت سرمایه گذاری کنی تا به اون مرحله برسی. و من فکر میکنم اگرم آدم ها برن به اون مرحله، اصلا دیگه قُر زدن خیلی کم میشه، به خاطر اینکه رسیده به یک جایگاه خوب. بنابراین ما نمیتونه امیدمون به در حقیقت دولت مردان یا در حقیقت کسایی دیگری باشه که فکر کنیم الان اونا میان ما رو نجات میدن. و همیشه اینو توی زندگیم سرلوحه قرار دادم و فکر میکنم که تو هم با این حرکتی که انجام دادی اینو نشون دادی. خیلی ممنونم از توضیحاتت. سال بعدم میخوام بپرسم، به هر حال تو موقعی که یک ایده میاد میخوای بری روش کار کنید، یه سری مراحل رو طی میکنه تا برسه به انتشارش که توی به هر حال فضای مجازی بخوای این رو پخشش کنی. میخوام ببینم این رونده واسه چطوریه، یعنی خیلی سخت میگیری، خیلی نمیدونم وسواسگونه بهش نگاه میکنی، اصلا مدل چطوریه؟ توضیح میدید؟ مدلم اینه که نه سخت میگیرم نه وسواس به خرج میدم. تو زمینه حالا تولید محتوا، چون هیت کاریم تولید محتوا، مثال رو در همین زمینه میزنم. وقتی که مثلا شما از من یه دونه تبلیغات میخوای که کسب و کار چه میدونم مثلا مواد شوینده است، من همه به جایی که فکرام بزنم روی این که بخوایم سخت بگیریم باید یه چیز خفن در بیاد، سعی میکنم بیشتر روی نیاز آدم ها کار کنم تا اینکه روی تجهیزات خفن، روی سناریویی که اصلا باور نکردم. نیاز آدم ها رو به تصویر میکشم و بعد میگم معرفی من به شما فلان جای. و به نظرم همین کشف این نیاز خود شما رو به رسوندن مرحله سناریو، اجرا و به نتیجه گیری میرسونه. خیلی عالی. اصلا این نیازه خیلی قسمت مهمیه، یعنی به نظر من اوج موفقیت یک کسب و کار تو هر زمینه‌ای که بخواد باشه اینه که اون شخص بتونه نیاز مخاطبش، نیاز مشتریش رو پیدا کنه و این نیازه رو اگه پیدا کنه تازه اصلا به جواب میرسه. آخه مهندس چالش هم داره ها، گاهن میبینی شما که نیاز رو کشف میکنی طرف مانع میشه. چرا؟ گارد داره به تبلیغات. ولی این تکنیکی که شما باید به خرج بدی چیه؟ من به شما میگم که مهندس برای شما آب آوردم، شما چون میدونی من قراره هزینه اینا رو از شما دریافت کنم، از من آب نمیگیری، میگی من تشنم نیست، میگم باشه نوشه جان بردارم. یه بیسکویت دیجستیو میارم وسط، میگم مهندس قرار رایگان هزینه هم به من دریافت، با هم دیگه میخوایم بیسکویت بخوریم، من و شما با هم بیسکویت میخوریم و اون سبوس داخل این بیسکویت شما رو تشنه خواهد کرد. بعد من دوباره اون آبو به شما معرفی خواهم کرد، این بار به قیمت 10,000 تومان نه، به قیمت 20,000 تومان و شما از من خرید میکنید. میخوام بگم کشف نیاز فقط کشف کردنش نیسته، اینکه از کشف تا به مرحله اینکه به نتیجه برسونی بسته به اینکه شما چطور میخوای به زور بهش بفروشی یا نه خودش با خواست خودش این کار انجام بده. و به نظرم تو زمینه تولید محتوا و تبلیغات این چیزیه که دستگیرم شده و خواستم باهاتون اشتراک کنم. ببین خیلی وقتا ما آدما یک در حقیقت مسیر رو داریم میریم یا یک کاری رو داریم میریم انجام میدیم، یک انتظار خیلی بالایی داریم یا یک انتظاری واسه خودمون تعیین کردیم، گفتیم که باید به این مرحله برسه و این نرسیده، شاید اصلا با شکست مواجه شده.
خیلی ها اون لحظه دیگه خودشونو میبازن، میگن دیگه دیگه من نمیتونم ادامه بدم، ولش کن. تو اون موقع که بخوای در حقیقت یه همچین اتفاقی برات بیفته چطور خودتو جمع میکنی؟ من حرف میزنم. من به شدت آدم برونگرایی هستم و می نویسم. من به دست به نوشتنم یعنی یه مداد به من بدید تا صبح براتون نویسم و همین که می نویسم ذهنم مرتب میکنم. چی می نویسی مثلا؟ مشکلمو می نویسم. از همون اول شروع کنم. روز این اتفاق افتاد، این منو ناراحت کرد، به اینجا رسید، دلیل ناراحتیم درست اون حق داشته ولی خب منم اونجا اشتباه کردم. خب بعدش چی میشه؟ یعنی نه در قالب قلمم میشه فرد جلوی روم. یعنی میخوای اینو بگی که من رفتم در حقیقت اون انتظاره رو نرسیدم، شکست خوردم و به جای اینکه بیام بگم شکست نخوردم، احساس خوبی نداشتم. از اول ویدیو تمام تاکیدم به اینه که باید تو اون لحظه ای که هستم، تو لحظه کارم، تو اون زمین حالم خوب باشه. اگه حالم خوب نبوده، بوده که رفتم برگشتم انقدر حالم بد بوده فقط بالش انداختم بگیرم بخوام، دیدم نمیتونم خب با حرف بزنم تا حالم خوب بشه، شروع کردم سری نوشتم. بعد من یه عادتی که دارم، اگر تمام مشکلات یا سختی های کار روی دوشم باشه، در خونه رو باز میکنم، لبخند رو لبمه و به هیچ عنوان مسائل کاریمو توی خانواده و فضای خونه دخیل نمیکنم، چون دلم نمیخواد اون امنیت خانواده و اون حال خوب خونه رو از دست بدم یا تشنج ایجاد کنم. به همین خاطر نوشتم و چون یک بار از این جواب گرفتم، روند رو دارم ادامه میدم و به نتیجه میرسه و حالا این نوشتن من میخوام یه نتیجه گیری کنم. شاید من امروز با نوشتن حالم خوب میشه، اما یه نفر در سکوت در خلوت، یعنی مهم اینه که اون تلنگر آفرین چه جوری برای شما ایجاد میشه، چه جوری باعث میشه خودت رو جمع کنی. من با نوشتن و صحبت کردن راجع بهش این موضوع رو حلش میکنم. بعد بتونی اون شرایط سخت اون لحظه به هر حال مدیریتش کنی و هر کسی هم یه مدلی داره و بعد بتونه این در حقیقت شرایط رو مدیریت کنه. خب بریم سراغ سوال بعدیم که بخش جذاب در حقیقت این گفتگو هستش. میخوام ازت بپرسم که توی بیزینسی که الان داری از چه لاین هایی تو درآمد داری به دست میاری و اگه دوست داری بهمون بگو چقدره؟ من تو لاین های اجرایی هستم، تبلیغاتی هستم. مجریگری؟ بله، مجریگری، تبلیغاتی و مدیریت پیج، تولید محتوا. درآمد واقعا متغیر، یعنی بسته. من برای همین اول صحبت اشاره کردم که بیزینس شما یعنی که بسته به مقداری که خودت دوست داری درآمد داری. یعنی یک ماه میبینید چه میدونم 100 میلیون درآمد داری، یک ماه میبینی 1 میلیون درآمد داری. خب این بسته به اینکه اون ماه خودت تعیین کنی چقدر درآمد داری و چون یه بازه متغیره اینطوری توصیفش میکنم که بسته به نوع فعالیت و مقداری که کار کنی به همون میزان درآمد داری و رشد میکنی. خب بعد واسش تارگت تعریف میکنی؟ یعنی طوری هست که مثلا با برنامه ریزی بره جلو یا دیگه هر کسی بیاد خب به هر حال بهت مثلا کار بسپره است؟ برنامه ریزی پلنی چیزی داری؟ چطور؟ آره، برنامه ریزی که اصلا بدون برنامه ریزی نمیشه، ولی خدمتتون عرض شود که تارگت من اینه که اون ماه از روند کاریم راضی باشم. یعنی ممکنه اون تارگتم روی 200 میلیون هم منو راضی نکنه، ولی ممکنه یک ماه روی 1 میلیون منو حالمو خوب کنه. میخوام بهتون بگم که تارگت عددی ندارم، ولی تارگت برنامه‌ای دارم. یعنی اون ماه باید تمام این برنامه‌ها انجام شده باشه. بسیار عالی. خب یکی از سوالات اختصاصی بیزنس کست، این سوالی که میخوام بپرسم مرتبط با حرفه خودم هستش، مالی، و از همه مهمانان میخوام این سوال رو بپرسم و خب میخوام شما هم نظرتو بگی. شاید تو حوزه مالی خب خیلی اطلاعات زیادی نداشته باشی، ولی میخوام تفکر خودتو نسبت به این موضوع به من بگی. ببین میخوام اینطور مطرحش کنم. ما به هر حال توی کسب و کارها یک مفهومی داریم به نام سود یا زیان. خیلی وقتا ما آدم میریم یه کاری رو انجام میدیم، میریم شروع میکنیم و فکر میکنیم که الان این کار خیلی خوب داره میره جلو، فروش خوبی دارم و دارم میتر کنم و خلاصه الا ماشاءالله دارم تلاش میکنم و داره جواب میده. ولی دیدم صاحبین کسب و کاری که
درآمد خوبی به دست می آوردن، ولی رفتن جلو کم کم دیدم که این رسیده به مرحله ورشکستگی، یعنی دیگه نتونسته ادامش بده. مثال میزنم، فرض کن یک راننده تاکسی اینترنتی رو، خب خیلی ها الان میان از کارهایی که دارن در شرکت ها، در خیلی از کسب و کارها انجام میدن، میان استعفا میدن، میان بیرون با این دیدگاه که ما بریم راننده تاکسی اینترنتی بشیم، آقا بالا سر خودمونیم و اتفاقی که میفته من اینقدر درآمدم بیشتر میشه و درآمد رو نگاه میکنه، سود رو نگاه نمیکنه و این مشکل در حقیقت خیلی از ما آدم هاست که اون سواد مالیه رو نداریم. میخوام چی بگم؟ میخوام اینو بگم که خب درآمد اوکی، الان اون کسی که رفته در حقیقت راننده تاکسی اینترنتی شده، این درآمدی که داره به دست میاره فقط برای خودش تنها نیست، این 2 تا سهم داره، یکی خودشه یکی ماشینشه. این ماشین استهلاک داره، هزینه‌های مصرفی داره که باید به هر حال پرداخت کنه، ممکنه یه دفعه تصادفی خدای نکرده اتفاق بیفته و درآمد چند ماهش رو بره اینجا در حقیقت هزینه کنه. و میخوام اینو بگم که ما باید توی هر کسب و کاری که هستیم با مفهوم سود آشنا باشیم و بشناسیم که چطوری سود سازی کنیم، سود رو خلق کنیم توی حرفه خودمون، تو کسب و کار خودمون. و این نیازمند اینه که خب تو همون قدر که داری درآمدت رو برنامه‌ریزی میکنی، درآمده رو افزایش بدی، هزینه‌هات هم مدیریت کنی. یه مفهوم وجود داره توی حسابداری ما بهش میگیم کاست کنترل، یعنی بتونی هزینه‌ها رو مدیریتش کنی. خب این باعث میشه که تو این درآمدی که به دست آوردی، این هزینه ها رو ازش کسر کنی، در نهایت میرسی به یک عددی که سوده، اون چیزی که برات مونده. ولی خب شاید خیلی از کسب و کارها رو من وارد میشم و میبینم و متوجه میشم که خیلی از صاحبین کسب و کار یا خیلی از اصلا ما آدم ها به این واژه اصلا دقت نمیکنیم، به این مفهوم دقت نمیکنیم و میریم یک کسب و کار رو شروع میکنیم، فکر میکنیم که الان درآمد مثلا بالاست دیگه من وضعم خوب شده. و خیلی هم دیدم که به همین نکته دقت نکردن و رفتن کارشون رو شروع کردن و ورشکست شدن، به خاطر اینکه دقت نکرده کسب و کارش چقدر براش سود میسازه. حالا تو به عنوان یک کسی که داری توی این حوزه کار میکنی، میخوام بدونم که چقدر آشنایی داری با این مفهوم و آیا نشستی مثلا یک بار خودت سود و زیان کار خودت رو بررسی کنی یا نه؟ میشه بهم توضیح بدی؟ حالا شاید در زمینه حسابداری کار نکنم، ولی حسابداری همیشه ملاک زندگی من بوده، یعنی سرخط بوده. یعنی برای شروع یا قبول هر پروژه من جدای از اینکه هزینه هایی که قرار متحمل بشم برای اجرای اونو در نظر میگیرم و برآیند سود و زیان میکنم، حتی اینو کنترل میکنم که اگر این کارو انجام ندم در ازای اون وقت چه کار دیگری را میتوانم انجام بدهم که درآمد بیشتر یا کمتری داشته باشم. یعنی جدا از اینکه سود که اصلا از دل درآمد در میاد، اصلا نمیتونی به درآمد به چشم یه مبلغ آفرین در ماه که دقیقاً همینه. یعنی جدا از اینکه به نظرم افراد جدا از اینکه باید سود و زیان رو بررسی کنن، توی حسابداری یک به نظرم اصطلاح خاصم داره این صحبت من که میگن شما یه بهایی رو داری میدی، باید ببینی اون بها رو اگر برای اون کار پرداخت نکنی، در ازای اون اگر به کار دیگری بزنی چقدر میتونه برای شما آیده داشته باشه. هزینه منفعت رو میخوای بگی؟ آره که بیای بررسی کنی ببینی که کجا خب اصلا این هزینه از کجا منفعت داره واسه. خیلی عالی. و من فکر میکنم که حالا این چیزی که گفتی خب در قالب پروژه هایی که داری میگیریه، یعنی اون پروژه ها رو نگاه میکنی چقدر میتونه برات بار هزینه‌ای داشته باشه و در نهایت چقدر بار درآمدی، که بدونی الان ته این پروژه واسه چقدر میمونه. تو به هر حال قطعاً توی کاری که داری انجام میدی یه سری هزینه‌هایی رو متحمل میشی و خب ته این ماجرا باید ببینی چقدر برای خودت میمونه. اصلا تا حالا شده که اینو محاسبه هم کنی یا نه؟ اصلا نشده که نکنم. خب همیشه محاسبهش میکنم. خیلی عالی.
خب خانم شایسته عباسی، خیلی لذت بردم از مصاحبه‌ای که با هم داشتیم، از گفتگویی که داشتیم و امیدوارم که کسایی که این پادکست رو دارن نگاه میکنن نکات مفیدی در حقیقت از این صحبت‌ها متوجه شده باشن و بتونه بهشون کمک کنه. این تجربیاتی که تو داشتی و به ما اومدی وقت گذاشتی و اینا رو گفتی، اگر صحبت خاصی داری که در پایان دوست داری مطرح کنی خوشحال میشم. به عنوان حرف آخر میخوام بهتون بگم کارتون رو زندگی کنید وگرنه عمرتون رو باختید. ازتون ممنونم بابت اینکه این ایده جدید و خلاقانه رو خلق کردید و این وقت رو در اختیار گذاشتید و ممنونم از دعوتتون. برای شما و بیزینس و کسب و کارتونم آرزوی رشد، درخشش و برکت روزافزون دارم. خواهش میکنم. این بود اولین قسمت از بیزنس کست. لایک و سابسکرایب یادتون نره. قراره در قسمت بعد یکی از کسب و کارهایی که بسیار اشباع شده رو اینجا بررسی کنیم. با ما همراه باشید.